نقش خودتان در کامنت ها بگویید، چون که قلب هتل های عروسی شهر کابل سرک میدان هوایی است دوستان عزیز، که هتل های دو که هم نام داره، هم قواره داره و هم وقار داره. این هتل ها چند دانه هستش زیباست. ورکشاپ میگن، ورکشاپ تکنیکی مثل بریک. دوستان عزیز اینجا یک جای قدیمی شهر کابل است. اینجا البته مربوط پروان سوم شهر کابل میشه. شهر پروان 3 ما گذاشتیم، ویدیو پروان 3 را میخواین بریم لاست ویدیو ببینیم. ویدیوش نشر شده کاملا از سرک رام که نو جور شده. از اونجا از هتل‌های زیبا و عالی شهر کابل است که البته تازه تاسیس است، مثل هتل استانبول که حالا به نام جهان کانتیننتال تغییر کرده یا الماس و ارغوان، سابقه نیست، از هتل‌های جدید است. موتر ببینید چقدر بزرگ است. در افغانستان و نتا سلام و درود نثار تمام شما عزیزان، انشالله که خوب و صحتمند باشین. دوستان نهایت گرامی، دوستان نهایت عزیز، امروز دوباره آمدیم به 90 فامیلی کابل، قلب هتل های عروسی شهر کابل. نه دیگه، البته از قلب یک ذره یک پایین تر. مکانش خودتان در کامنت ها بگویید، چون که قلب هتل های عروسی شهر کابل سرک میدان هوایی است دوستان عزیز، که هتل های دو که هم نام داره، هم قواره داره و هم وقار داره. این هتل ها چند دانه هستش زیباستن، عالی هستن، اما سطحشون میان است. البته بجز از این، بجز از تالار عروسی شهریاری، یک تالار عروسی بالا رده زیبا با امکانات بالا، مهمان نوازی بسیار خوب و خلاصه یک تالار مکمل از دوستان عزیز، از همه لحاظ زیبا دیگه. این هم وقتی که شیشه‌ای هم بود دوستان عزیز، از اون تالارهای زیبا بود و حالا که تغییر شیپ هم داد، شیپش نسبت به دیگه جایا تغییر داره، اپدیت کرده و زیبا و مقبول است. خب دوستان نهایت گرامی، همه تو با پیش میریم کم کم. بریم هتل های دیگر هم ببینیم. 90 فامیلی کابل ببینیم. البته دوستان از 90 فامیلی یک شهرک داره که داخل شهرکش نمیریم. شهرکش در زمستان قبلی فکر کنم رفته بودیم و اگر ندیدین ویدیوش هم میتونین در همین کانال در پلیلیست شهر کابل بیننده باشین. 90 فامیلی کابل نوشه کنین، ویدیوش میآید. خب به هر صورت طرف هم دوستان عزیز دیکور موترهای بزرگ است، موترهای مثل مازدا، موترهای تیلری و بالوری. این تنها شما فقط اندازه لیترهایش ببینین چقدر لیترهایشان بزرگ است و دیگه اجزای موترها چقدر بزرگ است دوستان عزیز. این سرای ورکشاپ هست دیگه، ورکشاپ موتر یا که مستریگری ها دیگه. ورکشاپ دوستان عزیز، ورکشاپ کلمه انگلیسی است که دکان کار میشه دیگه، اگر لغتی ترجمهش کنیم. از افغانستان هم ورکشاپ هم چی را میگن دوستان عزیز؟ دکان مستریگری را ورکشاپ میگن، ورکشاپ تکنیکی مستری بریک. دوستان عزیز اینجا یک جای قدیمی شهر کابل است. اینجا البته مربوط پروان سوم شهر کابل میشه. شهر پروان 3 ما گذاشتیم، ویدیو پروان 3 را میخواین بریم لاست ویدیو ببینیم. ویدیوش نشر شده کاملا از سرک رام که نو جور شده، از اونجا هم نشر شده. ویدیو که زیبا و عالیش. اینجا یک هتل بود دوستان عزیز، هتل شکیب میگن. شب شما که موترهای کاسر بیاین دیگه، ما در چندین ویدیو دیگه هم گفتیم سلام میکنه هتل شکیب. من که خورد بودم سابق هر طوری بودیم هتل شکیب اینجا نیست، هتل شکیب که کی مستری سلام چی سلام میکنه بخش مستری میگم کلینر. بس پرسان که کردم گفت در قدیما هتل بود اینجا به نام هتل شکیب و هم یک هتل لاکچری مقبول بود که بعدنا دیگه باز از فعالیت باز ماند و اما نامش اما هتل شکیب ماند. نه بعد از اون فهمیدم که یارشورا شکیب میگفتن. تالار رو ببینید دوستان عزیز، تالار جهان کانتیننتال. پیش از اینکه دوستان عزیزی تغییر شکل پیدا کنه و شیپش چین شوه، این به نام استانبول بود. اولین و یگانه تالار عروسی بود دوستان عزیز که در نما قدر، اگر چنان قدر بزرگ زیادم نیست، در نما قدر بلندیش هیچ ستون در وسطش نداشت، فقط بالای دیوارا استوار بود و این واقعا عجیب بود که چطور. خب دوستان عزیز اینجا دیگه پیاده رو نداره، پیاده رو اون طرف است که
دیگه باز برو معلوم نمیشه. البته در بین سرک همچنان راه نمیرم. این طرف یک پیاده رو که بسیار کوچک است که دمیجا راه رفته میرم که باز نگوییم که در بین سرک چرا راه میری. یا دوستان عزیز سالار قصر الماس که هم از بهترین هاست، یک بهترین های اقتصادی دوستان عزیز، البته که هم تالار عروسی زیبا داره، هم بزرگ است، هم مهمان نوازیش کامل است و هم امکاناتش مثل غذا و چیزایش مهیا و خوب است. این طرف هم تالار عروسی قصر ارغوان دیگه دوستان عزیز در تصویر بیننده هستیم که هم از تالارهای عروسی و سو طرف دوستان عزیز فکر کنم یک عروسی هم هست. عروسی رو در روز گرفتن. این قسمه که دیدین طرف یک عروسی همچنان بود در هتل عروسی الماس. خب به هر صورت یک هتل دیگه هم دوستان عزیز زمین آخرش میمونه که هتل هم از جمله هتل‌های زیبا و مقبوله از این بخش است که به نام شام کانتیننتال است. شام کانتیننتال همچنان دوستان عزیز یکی از هتل‌های زیبا و عالی شهر کابل است که البته تازه تأسیس است، مثل هتل استانبول که حالا به نام جهان کانتیننتال تغییر کرده یا الماس و ارغوان. سابقه نیست، از هتل‌های جدید است. موتور ببینید چقدر بزرگ است. در افغانستان مونتا لاکچری هستن، از موتورهای لوکس به شمار میرن، مثل همی هایلکس، موتورهای فورد رنجر و اینا. باز موتورهای سابقیش هم از فورد و هم از رنجر باعث پیکاپ یا همو وانت باربری استفاده میکنه. هرچند او وانت پیکاپ هستن اما موتور لوکس گفته میشه برشون دوستان عزیز. باز یگان موتورهای دیگه که هستن و اندازهشان تو برابر است، نه بزرگ است نه کوچک. یگان موتورهای دیگه که میبینیم مثل شوارلای اینا از حد به حد بزرگ هستن و فقط مناسب یاره کشی و همی باربری و اینا هستن که باز به اونا بیخی وانت و پیکاپ واقعی آدم گفته میتونه. طرف هم مستریگری هاست دوستان عزیز، قسمه که در تصویر میبینیم. و این منطقه هم دوستان عزیز باز مربوط نواز فامیلی کابل میشه. البته شهرکش هم اینجاست دوستان عزیز، اون کوچه شهرکش است. اینی کوچه شهرکش است که ما رفتیم تا آخر کوچه رفتیم و میتونین این ویدیوش بیننده باشین. در اون طرف هم شفاخانه بهزاد در تصویر میبینین دوستان عزیز و همچنان رومال برگر که از جمله محبوب ترین رستوران های شهر کابل هست که همگی هم دوست داره. واقعا برگرایش جوس رومال برگر دوستان عزیز باز مخصوص است، یعنی از جوس های دیزاین دار بسیار خاص است. جوس میوه خشک، میوه تازه، کیله، میکس، هر رقم جوس رو بوین است. بعضا دیدیم همین جوس ها را عکسایش میمونند در لوحه ها اما تو جوس تیار کردن نمیتونن. برعکس دیگه رستوران ها رومال برگر اونمو جوس هایی که در عکس اونمو را تیار میکنن با اونمو حد میوه و اونمو طعم و واقعا دوستان عزیز یک رستوران خاص و بسیار عالی در بخش کابل است که دیگه در تصویر میبینین. شه اگر وقت داشتین بیاین و حتما نوش جان کنین. ما دوستان عزیز رومال برگر کسی را نمیشناسم یا بگیم اسپانسریشان میکنم یا که بر ما پول را تبلیغ کنیم، نه، به خاطر از اینکه واقعا غذایش ارزش زیر داره کارم تعریفش بکنم. خب به هر صورت دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همه ایتانا به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین، در پناه حق باشین. الله حافظ و مددگار همه ایتان.